مرحمت مرحمت پهلوان های وزن های وزنی از ما وجدت وفا نآید و از یار وجد جفا نآید برکی بلا بود که هرگیز نزدیک پهلوان شوید از کوهستان مسجد با حاج انوشیروان پهلوان جهه رو قوه همدیگر رو میسنجند بردی دو پهلوان از جانب شویف بود مخلصشان با پهلوان شویف 6 تومانی دیگر زن کرده شد برد از حساب خزینه نوروزی یک بالش دو بسته چینیوری و 150 تومانی جدا کرده شدند 50 تومانی از حساب خزینه 6 تومانی از آن مخلصشان از آن عبدالجلیل برای شویف بود 150 تومانی دیگر جمع کرد برد 300 تومانی دو بسته چینیوری یک بالش به هر دو پهلوان برای هنرهای مولانشان یک جهان ارزش انوشیروان پهلوان غالب دانسته شدن و برد خود شاهی دادند مرحمت زایدان خانی نمونه پهلوان مومن و اساسیت خواجگاه دوستی ناصرزاده از صاحبان میدان قوای همدیگر رو میسنجند بردی دو پهلوان یک ابو برفته یک بالش و یک چوجوش انا مرحمت دو پهلوان خیلی وقت خوشش کرده برای قوای همدیگر را سنجیدن از خزینه از نام حاج جمعه بای از شهرک جوانی 50 تومانی و خزینه زم کردیم
پهلوان آخون وزیری رق و پهلوان قربان داده صاحبان میدان قوه همدیگر رو میسنجن به عرض پهلوان برای رکورد بردی پهلوان ها Yani ben migrasyon buraya. Komal başlayayım gitti. Xeşot uçuyor. گیرش 100 تومانی اعضای مخلص آخون در خزینه هست از حساب خزینه نوروزی Gekrom ayısa çıkarken. ختام مخمون برد پهلوان ها 100 تومان یک بالشت خارجی و یک بسته اسباب های آشخانه و هنر بالای عرض پهلوان یک جهان عرض صفات گوشتینگیر بده یا خرابو کنم دوباره ناگفته نماند این که استاد همگان دست استاد اختارم برای میشنه خرابه مرزای محمد علی از سال 1975 این جانب در میدان نوروزی ما با حیث برنده خدمت رسانی کرده اومده ایستادن استاد شکرانه که در بر ما هستند و راهبری میکنند خواهش میکنیم از حساب خزینه نوروزی بله بچه زور برو مزش نشه ورتلت میکند که پس یعنی فریومش نگیری یا تو مش میکنه 50 سال است اینکه استاد پیوسته خدمت رسانی میکند استاد مرحمت توفی برگی سبز از خزینه نوروزی رو قبول کنید تحفه برگی سبز دلار دی ها پهلوان دولت و پهلوان آخونداده قوه همدیگر رو میسنجند برد پهلوان ها گرم کنه که برقی از حساب خزینه نوروزی پهلوان ها حرکت نده که در میان میدان باشه اطراف میدان غلطه بعد مشکل ایجاد میشد باعث بحث میشد İnan ki Rama elonen nekin. Dost konuşmaya gel. Hiç mi elonen? از حساب مرزا شریف روزه 50 تومانی و خزینه نوروزی وارد شده روزه مرزا شریف 50 تومانی و خزینه نوروزی وارد شده یک دقیقه وقت دو کرده به این قوازمایی ای یاری بهارایی نوروز مبارک باد پرورده پروردی نوروز چطورایشون؟ پره پره ناچور زد ناچور ماشاءالله اسپین نکرده رستا پهلوان حفیظ صاحبان میدان قوه همدیگر رو میسنجند به هر دو پهلوان برای رکورد تمنا داریم
گرد پهلوان ها یک گرمکنک برقی از کتاب خزینه نوروزی از نام گلبردو بالای گرد رستم پهلوان 100 تومانی. دو پهلوان نامور محترم داور شینه پهلوان اطراف تماشابینو شینه پهلوانو یک حرکت بسیار رفتومند بسیار شنک شاعر شناخته سعدی شیرازی میگوید ای یاری بهار آیین نوروز مبارک باد پرورده فروردین نوروز مبارک باد ای دستی بهار آلود ای چشم خمار آلود ای کاکل ابراهیم نوروز مبارک باد. بابا جان نور محمد 200 تومانی بالای گردی رستم پهلوان زم کرده از صاحبان میدان رحمت صاحبای میدان با پهلوان شریف زاده از دهه راه به هم خوادمایی می نمایند. برد این پهلوان ها یک گرمگیری برقی ای غرقه خواهش ها سرمست نوازش ها ای عاشق فرخدین نوروز مبارک باد ای سینه بکینه ای قلبی تو آینه ای خانه مهرازین نوروز مبارک باد ای رازی تری باران بر گوش دل یاران تبریک بگو شیرین نوروز مبارک باد. 50 تومانگه بالای برد این پهلوان ها از حساب خزینه نوروزی دهه پلورک زم کرده شد. ای رازی تری باران بر گوش دل یاران تبریک بگو شیرین نوروز مبارک باد ای هفت نشان انشین در سفره جان بشین ای هفت سلام از چین نوروز مبارک باد. در میدان پهلوان شناخته دیار پهلوان رحمت با پهلوان شریف زاده از دهه راه به همدیگر خوازمایی می نمایند. با این پهلوان ها بردباری خواهانه شد. در گرد خان نوروز بازی درنگ حسابیده شد. پهلوان نوبت را بر روی میدان میخوانیم. در میدان پهلوان سفارف از دهه راه با پهلوان اسماعیل از دهه بهمناره به همدیگر خوازمایی می نمایند. برد این پهلوان ها یک پیونر، یک بالش و یک بسته شنیواری جمع باز 50 تومانگه.
و دفع داور گوش میاندازیم در این قوازمایی پهلوان سفر دست بالا بستند. ای قلبی تو آینم، ای خانه مهرازین نوروز مبارک باد. ای رازی پری باران بر گوش دل یاران. پهلوان احمد از آلتین با پهلوان سفر از دهه راه به هم قوازمایی می نمایند. برد این پهلوان ها یک گرمکنک برقی. در میدان پهلوان های نوبتی سفر از دهی رخ با پهلوان از شهر زرمیتر کومترگی کرده شدن به هر دو پهلوانان برایشان میخواهیم. در این کومترگی پهلوان سفر داده دست بالا گشتند و برد خود را صاحب شدند. حالا در میدان پهلوان نوبتی سفر از دهی رخ آماده گوشتنگری‌اند و حریف خود را انتظارند. حالا در میدان پهلوان سیف‌الله پهلوان شناخته از دهی رخ آماده گوشتنگری شدند و حریف خود را انتظارند. مرحمت از طرف مخلصان سیف‌الله حالا در میدان پهلوان سیف‌الله با حفیظ داده از صاحبان میدان از نام مخلصان سیف‌الله 50 سامانی دیگر وارد گردید. به هر دو پهلوانان برای کار میخواهیم و همین را تمنا میکنیم که بازی را تیتر میرسانه کودکی که گم شده است با نام موسا از طرف خواجگی دوستی یافت شده است. از نام تأثیر سفرعلی بخدیری داوران 200 سامانی وارد گردید. تا بازی زیبای پهلوانان تماشا کردن چند بیت از بزرگوار حافظ برای تا قرائت میکنم. گل میرود ز دستم صاحب دلم خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی ای باد شرطه برخیز باشد که باز بینیم آنجا رو آشنا را. در این قوت‌سنجی پهلوان سیف‌الله دست بالا گشت و بردی خود را صاحب گردید. حالا حریف نوبتی سیف‌الله حفیظ‌زاده از صاحبان میدان آماده گوشتنگری‌اند. با پهلوان سیف‌الله از دهی رخ با لباس ورزشی سفید و پهلوان حفیظ‌زاده با لباس ورزشی سرخ قوت‌سنجی کرده ایستادند. کشتی نشستگان ای باد شرطه برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. ای صاحب کرامت شکرانه کرامت روز تفکر کن درویش دل نوارا. هنگامی تنگ دستی در عشق کوف و مستی کین کیمیای هستی قارون کند گدا را.
برج پهلوانان برای پهلوان امروز 100 تومانی از طرف مخلصانشون جمع گردید. برج پهلوانان یک گرم کند و یک دایجوش گوز مانده شده است. هنگام تنگ دستی در عشق کوت و مستی این کیمیای هستی کارون کند گدا را. سرکش بشم که چشم از غیرتش بسوزد دلبر که در کفی او موم است سنگ خارا. خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند ساقی دل بشارت رندان پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خلقه میالود ای شیخی پاک دامن معذور دار ما را. پهلوانان محترم حیرت گرفت بازی خیلی زیبا رفته ایستاده است. مردم انتظار بازی زیبای است. بستگی داور رو